یک حرف بزنیم. این جمله، همه حرفای ما جمله معترض است، اینم معترض است. عزیز من، تا کسی به سر توحید آگاهی پیدا نکنه، نه نمازش قبوله، نه روزش قبوله، نه لذتی رو در معرفت کشیده. به سر توحید، سر توحید دریافت نمیشه مگر از نقطه ولایت. این برداشت های ما در خداشناسی و ولی شناسی معرفت لازم رو به ما به قدر دریا هم نمیده، به قدر قطره از دریا هم نمیده. یه راه دیگه داره. تا کسی علی رو از خدا جدا میبینه، براش بینش به قدر روزنه ته سوزن نی. این معیت رو باید دریافت کنه. نه حلوله، نه اتحاده، نه دعیته، نه شرک. این دریافت میخواد. چون بلد نیست این دریافت رو بکنه، هم خودش سرش شرک در میاره، هم اگر کسی حرف صحیحی زده باشه و به این نقطه رسیده باشه او رو مشرک میدونه یا او رو قالی میدونه. خیلی حرف بلد نباشه بزنه صوفیش میدونه. خیلی حرف بلد نباشه. خیلی رسیدن به این نقطه. خیلی منظورم عددی نی ها، خیلی عددی نی. بودن کسانی که دریافت کردن این نقطه رو از ترس زبان مردم و حکم بیجایی که بر آنها رانده میشه زبان در دهان گذاشتن و حرف نزدن. ولی بودن کسانی که اینها رند لاابالی از حرف خلق نه هراسیدن و گفتن حرفی رو که باید بگن. ملاحظه خودشو کرد که دست به ترکیبش نخوره، از اون چه که دریافت کرده بود صرف نظر کرد. اگر عود رو نسوزونی بوش بلند نمیشه. 1000 سال انبار کنی عود رو، عود نیست. باید بسوزونی عودو. هر کی به عشق علی مبتلایه باید بسوزونه خودشو تو. خلق هر چی میخوان نگاه کنه. ز عشق تا به صبوری 1000 فرسنگ. عشق بازی و ملامت طلبی عین خطاست. اگر کسی میخواد سالم در بره از این راه، اینو تا حالا خلق نکردن. خواجه در جای دیگه میفرماد والله ما رأینا حبا بلا ملامه. ترکیب تو به هم میزنن. کفر چیه؟ نفاق چیه؟ هر چی نسبت بده تو عالم بهت میدن، برای که علی رو دوست داری، برای که از علی حرف میزنی. مرد راهی بسم الله. تا ملاحظه خودتو بکنی که دست به ترکیبت نخوره، عود وجودت رو در مجمر عشق نمیسوزونه. این ظهوره. یک کسی پیدا میشه مثل حافظ رجب برسی در مشارق الانوار حرفو میزنه. ممکنه رسیده بودن از لابلای کلمات با احتیاط سخن گفتن ها، معلوم میشه رسیده. ولی چه کنه آدم از قوقای عوام؟ این قوقای عوام همیشه هست. ولی زدیم بر صف رندون هرون چه بادا.